سلام و درود. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشین. امروز میخوایم رسومات ازدواج در کشورهای مختلف رو بهتون بگیم. پس مثل همیشه با ما همراه باشید. جزیره تازمانیا. این کشور واقع در جنوب شرقی استرالیا و در منطقه گیپسلند قرار داره. در این کشور رسم است که عروس و داماد در حین جشن عروسی روی حصیری که در میانه مجلس پهن شده میخوابانند و اولین رابطه خاک بر سری خود را در مقابل میهمانان برقرار میکنند و میهمانان اونها رو تشویق کرده و از این جشن لذت میبرند. کشور اندونزی. اگر ثابت شود که فردی عمل استمنایی یا خود ارضایی انجام داده، سر اون فرد رو به عنوان مجازات از تنش جدا میکنه. همچنین بر اساس یک افسانه در کشور اندونزی، مردم بر این باور هستند که زن و مرد باید در شب عروسی خود با فردی غیر از همسر خود رابطه برقرار کنند. در واقع راهو برای داماد باز میکنه. البته راهو که چه عرض کنه، زیرساخت‌ها رو خراب میکنه. جزیره ماداگاسکار در شرق آفریقا همه چیزش منحصر به فرد و عجیبه. در این کشور رسمه که بعد از خاکسپاری فرد، همسر او را در خانه خودش عریان میکنه و مردان قبیله با عملیات والفجر یک به او تسلیت میگویند. مردان قبیله او را در آغوش میگیرند و تمام مراحل رو کامل انجام میدن تا غول مرحله آخر رو به گریه بندازند. طبق نظر و درخواست زن بیوه، برای شادی روح همسرش این مراسم بین 3 تا 40 روز طول میکشه و اگر زن باردار بشه، پدر بچه همان شخص متوفی میباشه و افراد قبیله احترام زیادی به وی میگذارند. همچنین اگر مردی از این کار خودداری کند، توهین به متوفی تلقی می شود. گفته شده در این 40 روز زن کار نمی کند و دیگران برایش غذا می آورند و یا بچه هایش را نگهداری می کنند. آخه مگه بنده خدا فرصت می کنه جز اون کار دیگه هم انجام بده؟ بومیان هاوایی. به طور سنتی بومیان هاوایی آلت تناسلی خودشون رو می پرستند و روی اونها اسم می زارن، مثل گادسالار، اژدرگاد یا گادپوری. ولی حتی از این هم فراتر رفته و همه مردم، چه اعیان و چه عوام، برای آلت تناسلی خود یک ترانه شخصی می‌سازند که در زبان محلی ملموئی نام دارد. یکی از مناطق در کشور روسیه برای تشویق مردم به تولید مس یک راه بسیار جالب پیدا کرده. فرماندار ناحیه اولیاسون واقع در شرق مسکو 12 سپتامبر رو روز رسمی بارداری اعلام کرده. این روز تعطیل عمومیه و زوجها تشویق میشوند که در این روز فقط با هدف تولید مثل در خونه بمانند. زوجهایی که باردار شوند و فرزند آنها حدود 9 ماه بعد متولد شود، جوایزی مثل دوربین فیلمبرداری، یخچال و ماشین لباسشویی دریافت خواهند کرد. قبیله گواجیرو. در این قبیله دست و پا چلفتی بودن در رقص به مردها کمک می‌کند که رابطه جنسی داشته باشند. زنان و مردان قبیله گواجیرو در کلمبیا در یک رقص نمایشی مخصوص شرکت می‌کنند. اگر زن بتواند کاری کند که مرد در رقصیدن مرتکب اشتباه شود، آنها باید با یکدیگر عملیات وعده صادق داشته باشند. مگه میشه تو اون وضعیت باشی و دلت نخواد که خطا کنی؟ اتریش. در مناطق روستایی اتریش سنتی وجود دارد که زنان با گذاشتن برش‌های سیب زیر بغل خود در مراسم رقصی شرکت می‌کنند. زن بعد از کشاندن مرد به اتاق، برشی از سیب را که به عرق زیر بغلش آغشته شده است را به مرد تعارف می‌کند. اگر علاقه دو طرفه باشد و مرد همان زن را دوست داشته باشد، برش سیب را می‌گیرد و میل می‌کند. خوردن این سیب نشان دهنده این است که مرد همیشه دوست دارد رابطه با این خانم را تجربه کند. این ایسبیک. مردم جزیره در سواحل ایرلند در هنگام برقراری رابطه لباسهای زیر خود را در نمی آورند. انگار رفتی جنگ و حق نداری شمشیر تو از غلاف بکشی بیرون. قبیله وداب. در قبیله وداب نیجر در آفریقای غربی مردان سعی می کنند زنان متأهل را به دست آورند. این اتفاق در طول جشنواره سالانه گریول رخ می‌دهد. زمانی که مردان قبیله وداب سعی می‌کنند زنان را تحت تاثیر قرار دهند. اگر زنی تحت تاثیر قرار گرفت و موافقت کرد با مرد دیگری زندگی کند، می‌تواند با او ازدواج کند و 1 سال تا زمان برگزاری جشنواره بعدی با او می‌ماند. روابط آنها قانونی تلقی میشه و اگر یک زن متأهل تحت تاثیر مرد دیگری قرار بگیرد، آزاد است که با او برود و شوهرش نمی‌تواند مانع او شود. واقعاً عجیبه. انگار آخر از زمان شد. یونان و سیچوان. در چین
قومی به نام موسو در استانهای یونان و سیچوان واقع در چین و در نزدیکی تبت زندگی میکنند که آداب و رسوم عجیبی برای ازدواج دارند. زنان قبیله موسو ازدواج نمیکنند و هر چقدر که دوست داشته باشند میتوانند دوست پسر داشته باشند. هیچ کلمه‌ای به نام پدر یا شوهر وجود نداره و همچنین زن و مرد با هم زندگی نمیکنند. این موضوع از فیلم ترکی هم دارکتره. حالا تو فیلم ترکی یارو دنبال باباش میتونه بگرده. اینا میخوان چیکار کنن؟ اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده حتما چنل ما رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم مرگوله کنید تا درودی دگر دودوری دودود.